دوستان عزیز، اودی 7 یگان مبالغه نیست، حقیقت واقعی است. اتومبیلی که ارزشش 140,000 سومانی است، در نورآباد در تنتنه کشتینگیری نورآباد در شاه جایزه عالی سوپر جام هر کس قدرت و توان دارد، نیرومندی دارد، از خود اطمینان و باوری دارد و نورآباد بیاید. این کار سهل و ساده و عادی نه، تنها به یک دیدار نه و به دو دیدار نه. پهلوان ارزنده 2 و 3 غلبه داشته با بزرگان کشتیگیری، تنها با یک لحظه، تنها با یک رقیب به صفت و سطح و نفوذ حریفش نگاه کرده، بعدا این شاه جایزه نصیب پهلوان غالب میگردد. عالی ترین توجه بعد از تاکید سرور معظم ملت که کشتیگیری جهانی شد و آن را ما باید در داخل و خارج باز تبلیغ بیشتر کنیم. صاحبکاران بننگ و ناموس، رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه نورآباد و طالع بلندی میدان نورآباد انا همین اودی 7 را بعد از غلبهش تقدیم خواهند کرد. این خاتمه کار نیست. مرسدس بنز ارزش 65 تا 75 هزار سومانی را دارد. این را هم به پهلوان تقدیم میکنیم که در وزن از 70 تا 85 کیلو عالی ترین نیروسنجی میکند و با کدام حریفش نیروسنجی میکند و چی نتیجه به دست میارد. این را سرداور و هیئت کمیته تدارکات تصدیق میکنم و بعدا مرسدس بنز نصیب کدامی از پهلوان میگردد. این را هم شما پگاه شاهد خواهید شد. ارزش عالی. این هم خاتمه کار نیست. تنتنه کشتیگیری در نورآباد نفوذ دیگر دارد. انا با پهلوانانی که وزنشان اندک پایانترند قدرشناسی باز بالای قدرشناسی است. هر کی آب از دم شمشیر خورد نوشش بود. عالی ترین رقابت ها در نورآباد باستان. این هم ارزش عالی از 34 تا 46 هزار سومانی است. وابسته از برآورش سالش 3 شاه جایزه، 3 تحفه عالی و 3 اقدام شایسته صاحبکاران نورآباد با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه نورآباد. انا ایدو منا ایدو رشد گشتین در نورآباد باستانی. بیایید و هر کی ارزشمندترین عالیترین رقیب و پهلوان نیرومند میدان را مغلوب میکند، اما همین چه جایزه ها حلالش باشد. رحمت